مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به رومیان، ششمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. کلام خدا یکتا را می‌گشاییم و توجه خود را معطوف به رساله حضرت پولس رسول به رومیان که عمیق‌ترین و فلسفی ترین رساله در عالم بشریت محسوب می شود را معطوف ساخته و در دنباله مطالعه این رساله حیاتی توجه خود را به فصل 14 و از آیه 5 به بعد معطوف می داریم. به این امید که در این ساعت با تفکر و تعمق در کلام خدا یکتا و با تسلیم کردن وجود خود به خالق مهربان فیض او را نصیب خود کرده و صدای او را در قلب و وجدان خود بشنویم و از آن اطاعت و پیروی کنیم. حضرت پولس در این رساله بسیار مهم و حیاتی در فصلهای آخر و در نتیجه گیریش دستورات و اوامر عملی را برای ما مسیحیان از جانب خدا دریافت داشته و با اعلان کردن آنچه که خدا فرموده است ما را دعوت به سوی یک زندگی شایسته و مقبول پسند خدا یاری می‌دهد و هدایت می‌کند. او در فصل 14 به مسائل و موضوعاتی که در انجیل مقدس صریحاً به آن اشاره نشده است اشاره می‌کند و قناعت و رضایت، ضمیر و وجدان و هدایت خواستن از خدا برای زندگی و محکوم نکردن دیگران و تقویت کردن اشخاص در ایمان را اساس تعلیم خود قرار داده و به ما نشان می‌دهد که چگونه با چیزهایی که در آینده با آن روبرو خواهیم شد و ممکن است در انجیل مقدس حتی با آن اشاره نشده است روبرو شویم. ما در برنامه گذشته نمونه ای از این مسائل را براتون بازگو کردیم. برای مثال سوال میشه که آیا سیگار کشیدن گناه است یا نه؟ گروهی معتقدند که بله و گروهی دیگه عقیده دارند که خیر. رسول خدا با راهنماییش ما را در نحوه تصمیم گیری درست یاری میدهد. او توجه ما را به دو موضوع بسیار مبذول می کند. اول اینکه همه انسان ها اگرچه از جانب یک خدا خلق شده‌اند ولی تفاوت‌های بسیاری با یکدیگر دارند. به عبارت دیگر هر انسانی منحصر به فرد خلق شده است و با دیگری متفاوته و همچنین رو به ما مسیحیان میکنه و در خصوص رابطمون با یکدیگر میگوید اگرچه ما صاحب یک منجی و یک نجات دهنده و یک خداوند و اگرچه صاحب یک کتاب و یک هدف هستیم و فقط به یک منجی زنده ایمان داریم، اما خداوند همه ما را از راه‌های مختلف به پیش خود فراخوانده دعوت کرده است و همه ما اگرچه عضو یک ایمان یا عضو یک بدن هستیم، اما همه ما با هم فکرهای مختلفی و طرز زندگی متفاوتی داریم. ولی این امر نباید عامل انتقاد کردن از یکدیگر بدانیم، زیرا خدا به هر کسی یک عطیه خاصی عطا کرده و همانطور که یک بدن از اعضای مختلف از قسمت‌های متفاوت تشکیل شده و هر قسمتی در جای خود بسیار لازم و مفید می باشد، به همان نحو همه ما مسیحیان در جاهای خود عامل مفیدی هستیم و نباید این اختلافات سلیقه و یا این اختلافات خدادادی را اشتباه بدانیم و دیگری را محکوم کنیم، بلکه بپذیریم که خدا ما را آنطور که هست دوست دارد. پس از هم ایراد نگیریم و یکدیگر را محکوم نکنیم. در زمان حضرت پولس موضوعات زیادی بودند که عامل نفاق می شدن و همین موضوعات سبب شد که حضرت پولس این آیات را با الهام الهی برای ما بنویسد. برای نمونه یکی از این موضوعات که مسیحیان با آن روبرو شده بودند و حتی بینشون اختلاف افتاده بود در مورد روز پرستش بود. کدوم روز روزیه که باید خدا را پرستش کرد؟ اجازه میخوام آیات را براتون بخونم، بعد پیرامون معنی آیات توضیحاتی به عرضتون برسونم تا خودتون بدین که کلام خداوند در این مورد چه میگوید. از آیه 5 الی 9 اینطور میخوانیم. فصل 14 از رساله پولس رسول به رومیان. حضرت پولس میفرماید یکی یک روز را از دیگری بهتر میداند و دیگری هر روز را برابر میشمارد. پس هر کس در ذهن خود متیقن شود
آنکه روز را عزیز می‌دارد به خاطر خداوند آن را عزیزش بدارد، و آنکه روز را عزیز نمی‌دارد هم برای خداوند نمی‌دارد. و هر که می‌خورد برای خداوند می‌خورد، زیرا خدا را شکر می‌گوید. و آنکه غذا نمی‌خورد برای خداوند نمی‌خورد و خدا را شکر می‌گوید، زیرا احدی از ما به خود زیست نمی‌کند. دقت کنید دوستان عزیز، زیرا احدی از ما به خود زیست نمی‌کند و هیچ کس به خود نمی‌میرد. زیرا اگر زیست کنیم برای خداوند زیست می‌کنیم و اگر بمیریم برای خداوند می‌میریم. پس خواه زنده باشیم و خواه بمیریم از آن خداوندیم. زیرا برای همین مسیح مرد و زنده گشت تا بر زندگان و مردگان سلطنت کند. دقت کنید، زیرا برای همین مسیح مرد و زنده گشت تا بر زندگان و مردگان سلطنت کند. ببینید دوستان عزیز، پولس به دو موضوع که سبب نفاق و حتی انتقاد ایمانداران از یکدیگر شده بود در اینجا اشاره میکنه. ولی هدف پولس این است که نشون بده که این نوع جدایی و تفرقه ها جایی در مسیحیت ندارد. مقصود آیه 5 اینه که افرادی بودن که از یهودیت به مسیحیت گرویده بودند. وقتی دیدن که مسیحیان در روز یک شنبه به جای شنبه که روز مقدس و استراحت در یهودیت محسوب میشد عبادت میکنن، از این مسیحیان ایراد گرفتند که بله، شما باید حتما در روز شنبه که خدا به حضرت موسی امر کرده تا آن را مقدس بداریم عبادت کنید و نه در روز یک شنبه. اما مسیحیان دیگه میگفتن چون که در روز یک شنبه مسیح از مردگان قیام کرده و روز اول هفته است، پس روز اول هفته خدا را ستایش کنیم. حالا پولس رسول در این آیات به این افراد اینطور میگه: ببینید، همه روزهایی که خدا به شما عطا کرده در حقیقت روزهای تقدیس شده برای شما هستند و اینکه همه روزها به خداوند تعلق داره. خدا یک روز رو بیشتر از روز بعدی دوست نداره. خداوند همه روزها را یکسان دوست داره. ببینید، بعضیا فکر میکنن که مسیحیان باید در روزهای شنبه که مخصوص پرستش یهودیان است عبادت کنند، ولی دیگران میگن که زحمت این کار را به خود دادن کار اشتباهی است، چون همه روزها به طور یکسان متعلق به خداونده. پولس میگوید در چنین مواردی هر کس باید خودش تصمیم بگیره. زیرا اگر شما در روزهای مخصوصی خدا را پرستش میکنید، کار خوبی میکنید، چون با این کار دارید به خداوند احترام میگذارید. یعنی روز مخصوص شرط و اساس ایمان شما نیست. روز مخصوص که انتخاب کنی یا نکنی گناه هم محسوب نمی شود. برای همین است که در آیه 6 میگوید در مورد غذا خوردن هم همینطوره. یکی از غذای خوشش میاد و دیگری از آن بدش میاد. آن کس از خوردن اون غذا لذت میبره، خدا را برای این غذا شکر میکنه، ولی نباید آن کسی که از آن غذا بدش میاد رو نکوهش کنه و یا برعکس. سپس تو هم ما را دعوت میکنه که از انتقاد کردن بر دیگران برحذر باشیم و توجه ما را به خداوند مبذول میکنه و به ما خاطر نشان میسازه که یک شخص مسیحی برای خودش دیگه زندگی نمیکنه. یک شخص مسیحی خودش انتخاب نمیکنه که چه روزی رو خدا را بپرسته، چه غذایی بخوره یا نخوره. میدونه که زندگیش به خدا تعلق داره و هر کاری که میکنه بایستی برای جلال خدا باشه. به خواست و دلخواه خودش نباید عمل بکنه. منظور آیات 7 و 8 و 9 همینه که ما که زندگی خود را تسلیم مسیح کردیم دیگر صاحب اختیار خودمون نیستیم که هر طوری که بخوایم زندگی کنیم و هر طوری که بخوایم بمیریم. خیر، ما بنده تسلیم شده به یگانه منجی زنده عیسی مسیح هستیم. چه در زیستن و چه در مرگ ما از آن خداوندیم، به خدا تعلق داریم. مسیح جانش را در راه ما فدا کرد و به این خاطرم فدا شد و از مردگان قیام کرد تا بتواند هم در طول زندگیمون و هم در زمان مرگ ما صاحب اختیار و خداوند و مالک ما باشد. دوستان عزیز، نکاتی است بسیار مهم و در آیه 11 می‌فرماید چون شما دیگر از آن خود نیستید بلکه از آن خداوند هستید، پس هیچ کس هرگز حق ندارید از برادران خود در مورد تفاوت عقیده ایراد بگیرید و یا به او با نظر حقارت نگاه کنید، بلکه بیاد داشته باشید که هر کدوم از ماها به تنهایی باید
در مقابل تخت داوری خدا بایستیم و به خداوند حساب پس بدهیم. این یک حقیقت انکار نکردنی است. اساس ایمان مسیحیت نیز بر آن قرار داره که یک روزی همه ما بایسته در حضور خداوند بایستیم و حساب پس بدیم و جزئی از اراده پروردگار بوده که روزی رو برای داوری فرد انسان‌ها برگزیده است، به طوری که در تورات مقدس اینطور آمده و حضرت پولس در آیه 11 و 12 در حقیقت داره نقل قول میکنه از تورات. میگه زیرا مکتوب از خداوند میگوید، یا خداوند قبلا در تورات اعلام کرده است که به حیات خودم قسم، خدا میگوید دوستان عزیز، به حیات خودم قسم که هر زانویی نزد من خم خواهد شد و هر زبانی به خدا اقرار خواهد نمود. پس دوستان عزیز، هر یکی از ما حساب خود را به خدا خواهد داد. برای همینه که پولس میگه بنابراین بر یکدیگر حکم نکنیم، بلکه حکم کنید به اینکه کسی سنگ مصادم یا لغزشی در راه برادر خود ننهد. ببینید دوستان عزیز، رسول خداوند پولس رسول میگوید در تورات مقدس خدا فرموده است که به حیات خودم قسم که در مقابل من تمام انسان‌ها از بدو خلقت تا به انتها در حضور خدا زانو خواهند زد و به زبان خودشون مرا ستایش خواهند کرد. بله، ممکن است در این جهان و در این زندگی خدا را ستایش نکنند، اما زمانی خواهد رسید که همه مردم در برابر حضور خدا یکتا زانو زده و خداوند را ستایش خواهند کرد. هر کدوم از ما دوستان عزیز باید به خداوند حساب پس بدهیم و خدا را پرستش کنیم. پس بهتر از همدیگه ایراد نگیریم، در عوض سعی کنیم رفتارمون طوری باشه که برادر مسیحمون رو به این فکر نیندازه که ما داریم گناه میکنیم. طوری زندگی کنیم که عامل لغزششون نشه. در غیر این صورت من و شما عاملی شده ایم که ایمانش سست بشه و در نتیجه من و شما مسئول و مقصر خواهیم بود. ای عزیزان، هر وقت که کلام خدا روز محشر را به خاطر ما می آورد و یا روز داوری نهایی، من باید اعتراف کنم که لرزه بر اندامم می اندازه. زیرا در آن روز خدای قدوس، خدای عادل ما را نه بر طبق معیار قضاوت بشری بلکه بر طبق معیار آسمانیش داوری می کند. و من میدانم، من مطمئنم، شک ندارم که بر طبق معیار خدا گناهکار و خطاکار هستم. ببینید دوست عزیز، واقعیت اینه که من و شما کارهایی میکنیم که از نظر اجتماع اصلا خطاب محسوب نمیشه. من کارهایی کردم که از نظر اجتماعمون اصلا خطاب محسوب نمیشه و گناه هم نیست، ولی از نظر خدا گناه هست. برای نمونه، آیا اصلا به فکر این بوده ای که اعمال شما، رفتار شما، گفتار شما، حتی نوع لباس پوشیدنتون مسبب لغزش کسی باشه؟ دقت کنید. آیا تا حالا این فکر رو کرده اید که ممکنه اعمالتون، رفتارتون، گفتارتون، غذا خوردنتون، وسایلی که در اختیار دارید، حتی نوع لباس پوشیدنتون عامل لغزش کسی باشه؟ آیا امروز با کلامی که گفته اید کسی را در ایمان به خداوند سست گردانیده اید؟ آیا فحش یا حرف ناسزایی زدید که سبب شده طرف مقابلم همون حرفا را به شما بزنه؟ ای عزیزان، بیایید زندگی خود را هر روز به خداوند تسلیم کنیم و از او بخواهیم طریق من و شما را راست بگرداند تا نه فقط گناه نکنیم بلکه عامل گناه یا لغزش دیگران نیز نشویم. چقدر جای تعصبه که فرهنگ ما میگه آقا همه این کارو میکنن منم میکنم، همه دزدی میکنن منم دزدی میکنم، همه کلک میزنن منم کلک میزنم، همه پارتی بازی میکنن منم باید این کارو بکنم. دوست من، خودتو با دیگران مقایسه نکن. دوست من، هرگز خودتو با دیگران مقایسه نکن. یادت باشه که باید به خداوند جواب بدهیم. باعث لغزش یا سستی ایمان کسی نشویم که بعداً در حضور خدا شرمنده بشیم، چون که باید به خدا جواب بدهیم. در دنبال گفتارش از آیه 14 حضرت پولس اینطور میگوید: میدانم و در عیسی خداوند یقین می‌دارم که هیچ چیز در ذات خود نجس نیست، جز برای آن کس که آن را نجس بپندارد. برای اون نجس است، زیرا هرگاه برادرت به خوردت آزرده شود دیگر به محبت رفتار نمی کنی. پس به خوراک خود
کسی را که مسیح برای او مرد هلاک مساز و نگذارید که نیکویی شما را بد گویند، زیرا ملکوت خدا اکل و شرب نیست، بلکه عدالت، سلامتی و خوشی در روح القدس است. دوستان عزیز، در اینجا آیات بسیار مهمی است. حضرت پولس باز به خاطر ما می آورد که زندگی ما به خدا تعلق داره و از این پس باید برای خداوند زندگی کنیم، نه برای خودمان. می‌فرماید به سبب اختیاری که عیسی مسیح به من داده است، کاملا مطمئن هستم که خوردن گوشت هایی که برای بت‌ها قربانی شدن واقعا هیچ اشکالی نداره. ولی اگر کسی عقیده دارد که این کار اشتباه است، اون نباید چنین گوشتی رو بخورد، چون در این صورت گناه کرده است. و اگر می‌بینید آنچه می‌خورید باعث ناراحتی برادر شما می‌گردد، ولی باز هم این کار را می‌کنید، رفتار شما غلط محسوب میشه، زیرا رفتارتون از روی محبت نیست. پس نگذارید که خوردن شما باعث از میان رفتن ایمان شخصی بشه یا باعث لغزش ایمان کسی باشه. کسی که مسیح به خاطر او جانش را فدا کرده است و میگوید کاری نکنید که به خاطر آن از شما ایراد بگیرند، ولو اینکه اون کار به نظر شما درست باشه. حالا چرا پولس اینو میگه؟ ببینید دوستان عزیز، چون در حقیقت هدف زندگی ما مسیحیان خوردن و نوشیدن نیست، بلکه بهره‌مند شدن از نیکی و آرامش و شادی است که روح القدس خداوند به ما عطا میکنه. این باید هدف ما باشه. ما باید در پی عطایای روح القدس باشیم، یا باید در پی نیکویی و آرامش و شادی خدا برای خودمون و دیگران باشیم و نه اینکه عامل لغزش دیگران بشویم. به دنبال آیات توجه فرمایید. رسول خدا در ادامه این دستور می‌فرماید: زیرا هر که در این امور خدمت مسیح را کند، پسندیده خدا و مقبول مردم است. پس آن اموری را که منشأ سلامتی و بنای یکدیگر است پیروی نمایید. پس آن اموری را که منشأ سلامتی و بنای یکدیگر است پیروی کنید. ببینید دوستان عزیز، زندگی در این خلاصه شده. اموری را که منشأ سلامتی و بنای یکدیگر است پیروی کنید. به جهت خوراک کار خدا را خراب مسازید. البته همه چیز پاک است، لیکن بد است برای اون شخص که برای آن لغزش می‌خورد. گوشت نخوردن و شراب ننوشیدن و کاری نکردن که باعث ایذا یا لغزش یا ضعف برادرت باشه نیکوه. آیا تو ایمان داری؟ پس برای خودت در حضور خدا آن را نگاه بدار. زیرا خوشا به حال کسی که بر خود حکم نکند در آنچه نیکو میشمارد. لکن اگر شک دارد، اگر بخورد ملزم می شود، زیرا به ایمان نمی خورد. و هرچه از ایمان نیست گناه است. هرچه از ایمان نیست گناه است. دوستان عزیز، این آیات سخن از ملاحظه کردن هممسلکان و نوع ایمانان را برای ما بازگو میکنه، آن هم در درجه بی نهایت. ببینید حضرت پولس تعلیم میده که به خاطر اینکه دیگران را در ایمانشون نلغزانید، از چیزهایی که مسبب لغزششون هستن بگذر. از قید آنها بگذر. از قید چیزهایی که ایمان مردم را ضعیف میکند بگذر، که این خیلی بهتره. عامل بنای ایمان شخص باز، نه لغزش. در این آیات به زبان ساده حضرت پولس میگوید هدف شما در زندگی باید این باشه که نه فقط سایر ایمانداران را بنا کنید یا در ایمان تقویت سازید، بلکه در صلح و صفا با هم باشید تا باعث تقویت همدیگر شوید. ببینید به خاطر یک لقمه گوشت کار خدا را خراب نکنید. یعنی انسانها را از خدا دور نسازید. یادتون باشه دوستان عزیز که خود گوشت ایرادی نداره، ولی اگر خوردن آن باعث لغزش و سستی ایمان یک شخصی میشه، این کار را انجام ندهید، چون که اگر در برابر اونها این کار را بکنید البته گناه کردید. کار درست اینه که از خوردن یا نوشیدن هر چیزی که باعث ناراحتی و لغزش میشود صرف نظر کنید. گذشت داشته باش. وجدانت را بیدار نگاه بدار. اگر فکر میکنی کاری که میکنی حتی از نظر خدا هیچ اشکالی نداره، آن کار را پیش خودت انجام بده. ولی اگر همون کار در حضور کسانی که از آن کار میرنجند رو شما انجام بدید، باعث لغزششون شده اید، اون رو انجام نده. از انجام دادن آن پرهیز کن. در این مورد خدا
به کسی برکت می‌دهد که به ندای وجدانش گوش دهد و گناه نمی‌کند. و کسی که وجدانش از آن چه می‌کند ناراحت است، البته نباید اصلاً با آن کار دست بزنه. اگر آن کار را بکند گناه کرده است، چون وجدانش چنین می‌گوید. دوستان عزیز، در این آیات حضرت پولس مطالب زیادی را برای ما بازگو می‌کنه. مخصوصا من و شما که به مسیح ایمان آورده ایم، در اجتماعمون، در اطرافمون خیلی چیزها می‌بینیم که باعث لغزش ایمان دیگران می‌شود. ولو اینکه احساس می‌کنیم که گناه نیست، ولی به خاطر تقویت ایمان آنها کتاب مقدس ما را دعوت می‌کنه که انجام ندهیم. چون کاری که با وجدان ناراحت انجام شود و یا مغایر با وجدان باشد، گناه محسوب می‌شود. ای عزیزان، ببینید در این آیات پولس درباره حلال و حرام حرف نمیزنه، بلکه همانطور که عرض کردم داره از ما دعوت میکنه که به خاطر اتحاد و تقوا، به خاطر تقویت ایمان کسانی که تازه از گناهان خودشون دست برداشتن، توبه کردن و به سوی عیسی مسیح زنده آمدن و به یک زندگی پاک روی آوردن آماده باشیم، فداکاری کنیم، گذشت از خودمون نشون بدیم، حتی از حق خودمون هم بگذاریم. او میگوید ملاحظه یکدیگر را بکنید، مبادا اعمال شما که ظاهرا خوب و بدون عیب است از نظر شخصی که تازه مسیحی شده است گناه محسوب می شود و باعث لغزش او می گردد. شما که در ایمان رشد کرده اید باید حاضر باشید از قید چیزهایی که ممکن است سبب لغزش بشود بگذارید. چرا؟ تا دست کسانی که در ایمان ضعیف هستند را بگیرید، آنها را کمک کنید که در ایمانشون رشد کنند، قوی بشوند. ملاحظه کردن یکدیگر سبب تقویت ایمان من و شما می شود. برادر عزیز، خواهر عزیز، کلام خدا را برای شما خواندم. پولس رسول به ما نشون میدهد که چقدر مهمه رفتارمون، گفتارمون، کارهامون شایسته چیزی باشه که باعث بنای ایمان دیگران باشد. ببینید وقتی که هنوز در گناه بودیم، وقتی که هنوز توبه نکردیم، وقتی که زندگیمون در گناه غرق بود، هر کاری می‌خواستیم می‌کردیم، اهمیت به دیگران نمیدادیم که چی میگن. به فکر خودمون بودیم، فقط می‌خواستیم خودمون به یه جایی برسیم، می‌خواستیم خودمون پولدار بشیم، می‌خواستیم خودمون صاحب مقام بشیم، می‌خواستیم خودمون صاحب مال و اموال و غیره بشویم، می‌خواستیم خودمون بهترین ماشین رو داشته باشیم، بهترین سمت رو داشته باشیم، بهترین احتراما رو نصیب خودمون کنیم. ولی دوست عزیز، کسی که به مسیح ایمان آورده از همه این چیزها میگذره. دیگه خودت نیستی، من نیستم، بلکه از این به بعد خداوندی که در من زندگی میکنه، خداوندی که گناهان مرا بخشیده، از من میخواد که دیگران را بهتر از خودم بدونم، برتر از خودم بدونم، آنها را اول کمک کنم، آنها را کمک کنم که در ایمانشون قوی بشوند. یادتون باشه دوستان عزیز، همه ما در گناه مرده و محکوم به فنا بودیم، اما بر اثر فیض خداوند، بر اثر لطف خداوند، ما امروز صاحب حیات جاودان شدیم. خدا گناهان ما را بخشیده است، نه اینکه لیاقتش رو داشتیم، خیر، بلکه به خاطر اینکه خدا به ما رحم میکنه. خدا ما را دوست داره. کتاب مقدس میگه زیرا خدا جهانیان رو انقدر محبت نمود که عیسی مسیح را فرستاد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. و ما امروز از شما دعوت میکنیم دوستان عزیز، بیایید از این من انسان فانی جدا بشید، به فکر خداوند باشید، به فکر زندگی ابدی باشید، خودتون رو تسلیم خداوند کنید تا از این به بعد فکر تازه، زندگی تازه داشته باشید. از این به بعد به فکر خودتون نباشید بلکه به فکر دیگران را برتر از خود بدانید و شما شاهد فیض و عنایات و برکت خداوند و ثمرات روح قدوس خدا در زندگیتون خواهید شد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست یگانه منجی زنده عیسی مسیح میسپارم و تا برنامه بعد از خداوند میخواهم که با شما صحبت کنه، قلبتون رو لمس کنه و امروز عطیه نجات را نصیب خود کنه. آنچه شنیدید
برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.